است. این چهارتا شورت دیگه رستم جان همین نام گرفتگیشون خاطر تو تمام میگیره همین هم میگیرن اشکای مویسر کردن نه از خوابالی خدا بگیره اصلا خوابای ورزاق گلها را با 6 قطار در فصل بهار بعد گوشیشم میتوفته دیگر بیا و فاصله ها را به هم بزن، رشک زمین و اشک سما را به هم بزن، لبخند بخش لحظه دیدار بر منت، ای باور امید جفا را به هم بزن. یک زندگی و هر دو جهانم توی دیگر، در یاد کس نباش خطا را به هم بزن. قسمت نویس قصه زیبا نوشته است، هر کس که خواست دوری ما را به هم بزن. بگذار تا که خنده شود شعرهای من، دیگر بیا و فاصله ها را به هم بزن. بعد از سکوت جلوه خورشید بی‌زوال، باران بر نوازش روی تو در رسید، با دانه های نرم، با یک نوای دلکش و با بوسه های گرم، چون لاله جسم نازک و وارسته تو را آغوش خود کشید. اما به زیر چتر حسادت من فیگار، با قلب بیقرار، با رشک بیشمار، هم سوگوار ناله باران نشستم. ای آن که مثل روح به جانم دمیده ای، عمر منی از آن منی نور دیده ای، در فصل برگریز و زوال درختها همچون گل امید به ناگه رسیده ای. به تو تمام ثانیه در انجماد بود، یعنی نبود هیچ نوید پدیده. ای بهترین بهانه برای نمردنم، در چشم من محبت دی را تو دیده ای. شکر خدای عشق که هم قسمت منی، خوشحالم این که عشق مرا برگزیده ای. دوام جاده نامعلوم، هنوز این قصه رنج و ماجرا دارد. نگاه واپسینی خسته خورشید طلوع دیگری در ابتدا دارد. عنعنه‌های خوب نوروز گفتید و باید بگویم که بوسکشی هم همچون
یکی از سنت‌های نوروزی است. هرچند بعضی‌ها بزکشی را با نوروز ربط ندارد میگویند. ما میدونیم که هم سالهای پیش و امروز هم بزکشی در روزهای نوروز برگزار می شود مسابقات و در نوروز امسال هم چندین مسابقات پرخرج بزکشی در مناطق مختلف کشور برگزار شدند. با طور مثال بزکشی که در دهه نیمچی ناحیه رشت برگزار شد، در آن از تمام جمهوری بزکش‌های معروف شرکت داشتند و جایزه‌اش هم تا 2 ماشین بود. نوارهایی را که یک خبرنگار ما قبل از برگزاری این یعنی در جریان آمادگی نواربرداری کرد، اونقدر هم اون معرکه خاکسارانه هم نبود. شهر حصار هم امسال فراتر رفت و در مسابقه چوباندازی که در این ناحیه برگزار شد، چوباندازها از کشورهای دور دعوت شدند. جسیکا کامیلا از وایومینگ برای چوباندازان تاجیک ترانه می‌سراید. مهمانان خود از تازند و برای اشتراک در چورابینی‌های نوروزی از امریکا آمدند. مهمانان با چوباندازهای تاجیک رقابت دوستانه کردند. بزکشی یکی از عنعنه‌های ملی تاجیکی گفته می شود که معمولا در فصل بهار و در عرفه عید نوروز برگزار کرده می شود. در بزکشی امروزه در مرکز شهر حصار بیشتر از 100 چوبانداز با اسب‌های خود در اینجا قوه آزمایی کردند. تاریخ بزکشی قدیم بوده در بین خلق‌های آسیای مرکزی معمول است. این بازی در چند شکل دسته‌ای و انفرادی دایر می شود. شکل دسته‌ای برای جسد بز تلاش می کنند و می کوشند که آن را به دروازه یکدیگر پرتویند. انفرادی آن چنین است که هر یک می کوشد بز را با یک دست برداشته به نشان برده رساند. اونهاش یلدوز او سرخش اینهاش قزیلی دیوانه اینه تای پاچه بودگی خودم کرابل اینهاش چرنی بومه. حاجی علیم که با 12 اسب و چوباندازهای خود به این مسابقه آمده است، خود را چوبانداز پشتی می‌داند. یعنی این شغل از باباهایش به وی میراث مانده است. بزنم خطرناکی هم داره، غلطیدن هم داره، خستن هم داره، دویدن هم داره، گریختن هم داره. سعی کاره این تقدیر خدایش که زور نیست. در نصیب تقدیر چیزی باشه همون بگه ما با یک دلی پول با یک روزی وقتی خوش می‌ایم که بزکشی کنیم نغلطیم اسبمون بز بگیره وقت منخش شوه بخزیم بده اینه خگا پکر از ولاتوی از غلطیدگی مینه این اجامه دیگه که نداش زدگیم در سنگ جاق میشکستگی هم شکستگی گفتیم مردک ما خیلیش دوای نمیگیریم این سپورت است. در بزکشی برای غالبان جایزه داده می شود. مهمانان امریکایی که مسابقه را تماشا کردند این نوع بازی را از مشکل ترین ورزش می دانند. این بازی خیلی دشوار است و از بازیگر مهارت زیاد را طلب می کند. ما بازی چوباندازهای تاجیک را تماشا کردیم. واقعا این یک ورزشی است که باید ورزشکار در آن خیلی آب و تاب یافته باشد. بزکشی هرچند یک نوع ورزش شناخته شده است، در میان مردم برگزار کردن آن چنین خطر هم دارد. پایان خامشه! پایان! شادمان یتیم، آزادی حصار. هایکر نبود نوام بزد همین شور چلا چوه دو زمان کچه حالا کلات نیخته رسید مژده ایام غم نخواهد ماند چنان نبود و چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچی در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. گوشتگیری همچون نمودی ورزش باستانی مردمی تاجیک امروز هم در تاجیکستان موقعی خاصه دارد. مسابقات پهلوانی یکی از سنت‌های نوروز است و گوشتی ملی همچنین با رقص و بازی و موسیقی ربط دارد. یک طرف میان بند همه خیلی شده بعد حرکتی گوشتی سر میشه. در آغاز هر سبقت گوشتی سنتی تاجیکی ورزشکاران می رقصند. این رقصیدنی پهلوانان عادی نیست. هر کدام رمز خود را دارد. قبل از همه با این رقص به حریف خود پیام می دهند. یعنی برداشتن دست و پریدن این چیه؟ یعنی شیردلانه به بالای حریف حرکت می‌کنید. چون عقاب پرواز میکند دستا را خیلی حرکت میکنید، یعنی ناترسیده و زده این جامعه گوشتی کشاد کردن و سینه را کشادن به حریف به اون معنی است که شیردلانه قفس سینه کشاده به بالای حریف حرکت می‌کنید و احترام یکدیگر حریف رو دانستن در کار و خرسندانه گوشتی گرفتن. دلیل دیگری رقصیدنی پهلوانان در گوشتی سنتی یک نوع تمرین و آمادگی بر آزمایش هم گفته می شود، زیرا پهلوانان تا رسیدن نوبت نبردشان در یک گوشه میدان گوشتی سری پای می نشینند. شاید علال خصوص رقصی که در گوشتین این سنت خودش دارد، از یک جهت هم خرسند میگند مخلصانه و هم زیب میدان میشد و هم دیگر این یک حرکتی است که پهلوان رو آماده میکند، تیار میکند بدن او رو به قوازمایی که نخستین قوازمایی میکند. پرت افتید. خوب. رقصیدن و انجام دیگر حرکت‌های دست و پای در گوشتی همزمان رمز احیاشوی طبیعت و انسان‌ها پس از زمستان طولانی است که معمولاً در کوهستان مردم تاجیک در این فصل کاری زیاد انجام نمی‌دهند. جوبراران یک عنعنه بود که همه پهلوانان جمع آمدن در دهه و یکدیگر قوازمایی می‌کردند، بازی می‌کردند، دل مردم شاد می‌کردند. حالا در مسابقات رسمی گوشتی ملی رقص و حرکات رمزی اجرا نمی شود. تعدادی از پهلوانان سابقه‌دار برای حفظ سنت رقص ورزشی در معرکه‌های گوشتی ملی به ورزشکاران جوان اجرای حرکت‌ها را می‌آموزانند. من فکر میکنم که هر یک شما بیجیل بازی کردگی در کودکی یا چلیک دنگل، اما با گذشت وقت همین بازی ها یک کمی از بین رفتن. اما در جنوب تاجیکستان دهاتی هست که کلانسال ها با کشاورزی بند هستند و کودکا همین بازی ها را زنده نگاه میدارند. من فکر میکنم که یکی از بازی های شوق‌آور در بین کودکا است. واقعا حالا آن نمودهایی که شما گفتید، بجول بازی، چلیک و دنگل میگوییم، این نمودها حالا با جشنواره هنرهای یا اینکه بازی‌های مردمی داخل شده است که همه ساله در نوروز برگزار می شود. کلتشور دهه‌ای در دامن کوههای وخش و دنقره در تاجیکستان. مردمش کشاورز و چاروادارند. انورجان این خلطه را بهار سال گذشته اینجا آویخته بود. او در آن بیجیل وسیله یک بازی قدیمه را نگاه می دارد. برای انورجان و مصلح‌الدین نوروز ایام خوب است برای اشتراک در بازی‌های مردمی. آنها بیجیل بازی یک نوع سبقت معمول در دهه‌شان را دوست می‌دارند. بیجیل پاره از استخوان بز و گوسفند است که آن را بعد ذبح مردم جمع و برای فرزندانشان تقدیم می‌کنند. معمولاً به پسران، چون که این بازی بچگانه است. بیجیل بازی قاعده خود را دارد. 3 نفر حلقه را ترتیب می دهند. داخل حلقه تگمه، گاه شیرینی و دیگر چیزها را می گذارند. 4 طرف بیجیل نام خود را دارد: اسب، خر، پوک و چیک. با کدام طرف خوابیدن بیجیل امتیازات آن را در بازی بیان می کند. به طور مثال اگر اسب و پیک در یک مسافه از حلقه قرار بگیرند، صاحب بیجیل اسب غالب دانسته می شود. نفری که بیجیلش را به حلقه نزدیک پرتافت بیجیل میزند. اگر بیجیل به بیجیل رسیده آن را یک مرتبه تاب دهد،
صاحب بیجیل تاب خوردگی مغلوب می شود. زدن بیجیل مهارت می خواهد. اگر بیجیل شما را در چنین بازی به پهلو تاب دادند، بازیگر از یک تگمه را چون جایزه می گیرد و دیگران باز تگمه می گذارند. هر سال در تاجیکستان فستیوال بازی های مردمی برگزار می شود. در آن بیجیل بازان از تمام مناطق جمع می شوند. اکنون درک میکنم که چرا در جشن نوروز مسابقات هر خیله برگزار می شود. همان تلاش مردم را به سبقت و گرفتن جایزه می توان رمز تلاش برای سعادت و رسیدن به آن دانست. آرزو میخوام از چنین یک سبقت یادآور شوم که در آن بیوکو چسب و تلاش کودکان را برای رسیدن به سعادت خویش انعکاس میکند. شهلای عزیز بیا برای ما بگو که چی سبقت است، ما هم بفهمیم. مگر نمیدانی؟ نه. پس چنین است. گوشکشک. گوشتابک بازی در جنوبی تاجیکستان. مبلغی در بین گذاشته می شود و کودکان برای به دست آوردن آن سبقت می کنند. شرط اصلیش هم این است که یک نفر باید جایزه را تا نقطه معین شده برد. دیگران باشند مانع او می شوند، گوشش را می تابند تا دمی که او از جایزه دست کشد و مبلغ را پرت آید. نفری دیگر به دست می گیرد و گوش او را هم می تابند. همین طریق اشتراکچی که به گوشتابی دیگران تاب می آورد و تا مره می رسد جایزه از او می شود. یعنی که در بالای ساوزو در بالای رای اسفالت نبود، در بالای ساوزو وقتی میدان کشود بود، در بالای ساوزو یک تانگر در لطه می پیچوندن، بعد میدان می پرتن، بعد بچه همه دویده، همون کسی که پیش می گرفت همون لطه پیچوندگی را ایش با گوشیش می توفت، کسی که همون به دست می آورد باینده می پرتفت، همون تانگه ایمون میشه. گوشتابک امروزها قریب که از بین رفته است. با قول مردم بومی سالهای پیش گوشتابک یکی از بازی‌های اساسی نوروزی بود. 3 روز پیش نوروز همین کار رو تشکیل می‌کردن همین آدمای کلانسولا. بازی به انجام رسید. شریف غالب آمد. جایزه که 50 سومانی بود با آسانی با اون نرسید. هرچند دیگران به جایزه ماندند ولی به نظر می رسد که آنها خرسندند. یک نوروزی ما در بدخشان بودیم، در ولایت بدخشان بودیم. اونجا بسیار جای نوروز رو تجلیل میکنن و البته شاگون بهار مبارک میگیم، تبریک میکنیم و آرزو میکنیم و بارهای دیگر هستن. و اونجا مردمی هست در منطقه شاخدره بسیار مردمی شوخن. یک مسافر گفت علاودین همین صحنه تو باید شوخی ها جا کنی. همین کمپیری من میگوید که تو همین من یک عادت دارم، من پیداگوگ هر ریش میتوانم این طرف اون طرف میترسم میگم آب گرم کنه، آب گرم میکنه با قول شما مردم کم کم میزوقت کمپیر. بعد گفتم ای آب گرم گفت بیزور کردی، هر سر آب گرم کن، هر سر آب گرم کن. این قریش میتراش میگفتم ای کمپیر تو نمیفهمی وقتی که من ریش خود میتراشم 20 سال جوان میشم، فهمیدی؟ میدونی کمپیر چی گفت؟ میگه که میموریم رو پیش از خوب تراش ریشتم. نوروز بوی سفیدی است، باید او رو هم یک زنده میکنه، یک دلش تکان میشد، یک محبت دلش پیدا میشد. با نگاه دیگر طرفی مثلا اون زنی که کمپیره که در برش بود نگاه میکنه، یعنی با یک محبت و نه که همین کرتا مثلا زیبی داد، نه که خوشحال شدی. و همین من استفاده بردم در یک از صحنه‌ها. اونجا بود که نوروز با زمان موی سفید میگفت که نوروز رسید باز به طرب خواهم کرد، بینگر که چنین کاری عجب خواهم کرد. هر کس طلب میکند زی همسایه خود، من از پدرت تو را طلب خواهم کرد. مثلا یک شوخی و یک با از نو علنگه زنی محبت و عشق و همین است، احترام است. بسیار جشن عزیز است نوروز.
هموطنانم رو تبریک میکنم با عید نوروز. صد شکر که با نوروز رسیدیم و به قول مردم نوروزتان مبارک باشد. هر روزتان نوروز باشد، نوروزتان فیروز باشد. خب در این بحث ها دوستان عزیز میخوام یک روایت دیگری در رابطه با پیدایش نوروز برایتان قصه کنم. البته بعضی از این روایت ها افسانه را مانند، چون نقل آنها حکمت نوروز را روشن می سازد و همچنین نصرت مردم را با آنها معلوم می کند. البته یاد کردن این روایت ها از فایده خالی نیست. ناقلان اخبار می نویسند که حکومت زمین به دست اهریمن افتاد و او باد را از زمین باز داشت. به علت آن خشکی به زمین تهدید کرد. به جمشیدشاه اهورامزد خدا امر کرد که برای ویران کردن منزل ابلیس به جنوب برود و واقعا جمشید به آنجا سفر کرد و این بلا را از مردم دور نمود. هر چوبی که خشک شده بود سبزید و این روز را نوروز گفتند. و افتخار این روز یک مرد در طبق جو کاشت و همین تعامل دیگر به حکم انعنه در آمد و در همین روز در 7 طبق غله میکارند و از رویدن غلات درباره خوبی و بدی حاصلی آن سال حدس میزنند که اینو همیشه هر سال شده بود. Как раз недавно мы делали очень интересный сюжет про суманак и его приготовление. Приготавливается суманак около 27 часов, не отходя от котла, и добавляется туда проросшая пшеница, заблаговременно отжатая, и мука, а также хлопковое масло. Но у каждой семьи свой секрет приготовления этого лакомства, любимое детьми и взрослыми. На всех базарах города и не только столицы можно попробовать любимое лакомство детьми и родителями и взрослыми суманак, которое продается уже с 23 февраля по самый конец марта. Как я уже сказала, суманак приготавливается из нескольких ингредиентов. Пшеницу заблаговременно отжимают, и она уже проросла на несколько сантиметров. Также добавляется около 100 килограммов муки в один большой казан и хлопковое масло, на котором это все готовится. Несколько женщин сменяют друг друга и посменно помешивают это варево. По вкусу суманак напоминает топленое молоко. Некоторые говорят, что как топленый шоколад или горячий шоколад, а некоторым это напоминает очень сильно муку. قشنگ دیگه نه شو شده هر نوروز مبارک فقط نه ماش دوره خط بدم حل نوروزتان مبارک. در چهارشنبه یک هفته پیش از آغاز نوروز به یادم هست بزرگسالان آتش می افروختند و از ما نورسان خواهش می کردند از بالایش بجهیم. آتش گرمی می دهد و همه سردی ها را از شما دور می کند می گفتند آنها. یکم بیرینک از ما شوشه لبوتسکی من دیترین زبانف ایده گرمه تمرداکت هر چیز خونده که ممسول سوید یا زیست فیلت و بشانده برد سمانک در جوش ما کفچه زنه دیگران در خواب ما دفچه زنه سمانک در جوش ما کفچه زنه دیگران در خواب
سامنک نسل بهار است ملای شب زندگار است دلخوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب سامنک نسل بهار است ملای شب زندگار است دلخوشی سال یک بار است سال دیگر یا نصیب سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم آرزو این شب خروشد سامنک در خود بجوشد دلخوشی جامه بپوشد سال دیگر یا نصیب آرزو این شب خروشد سامنک در خود بجوشد دلخوشی جامه بپوشد سال دیگر یا نصیب سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم چون شکر شیرین دارد خود بر خود رنگین دارد مزهش نقصه ندارد سال دیگر یا نصیب چون شکر شیرین دارد خود بر خود رنگین دارد مزهش نقصه ندارد سال دیگر یا نصیب سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم موسم عیش و بهار است موجب تخت و شوار است دخترا دورش قطار است سال دیگر یا نصیب موسم عیش و بهار است موجب تخت و شوار است دخترا دورش قطار است سال دیگر یا نصیب سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سامنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم وقتی که در بدخشان ما در عید نوروز حتی ما بزرگترین چیزی که عشق است و عشقی که مثل در بین دو جوان در طول سال گذشت یعنی که به هم نرسیدن اونها میتونن که در عید نوروز یعنی که کلوغزغز کنن و یعنی که همون روز وقتی که ما میبینن از روزنه خانه وقتی که خانه بدخشانی روزنه دارد همون 4 خانه دارد از بالا میبینن و درخواست میکنن یعنی که ما در همین روز نوروز از خانه که مثل همون عاشق به خانه معشوقه میرود و طلبا میشد و وقتی که میپرسد شعر میخوند دل میپرسد و شعر میخوند من چی میگه نوروز شد و این میخونه نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد ای پدر برخیز نوروزی بیار تا تو را رحمت کند پروردگار بعد میگن با زبان بدخشان میگن چالر چلاپ میگن این کلوغزغز بعد میگه که من خواهش دارم که دختر شما رو یعنی که خواستگاری میکنم و امین روز گرچه که در طول سال اونها به هم نرسیدن امین روز اونها خودداری کردن نمیتونن الکی دست میتن یعنی که والدین راضی میشن باید راضیشن فورا نفورا چون که این یک چیز است بچه‌ها از همه خواهش میکنم از جا برخیزیم الله اکبر از نوار بردارم خواهش میکنم که به نظم ما بیان